قطره قطره حرام شمار خواهد شد. گناه میکنی از خدا نمیترسی، مکن گناه که گناهگار بار خواهد شد. بس امیر که آنجا فقیر خواهد شد، بس پیاده آنجا سوار خواهد شد. پس عزیزان من فکر آینده باشید. این دنیا هیچ ارزشی ندارد. نگاه کن گذر ای صاحب گذران که هست دنیا گذران. هر روز نظر گذاری، هر روز 20 ساله 28 ساله 30 ساله مونده سر مواظب عملت باش. الله سبحانه و تعالی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، برای بخشنده خداوند مهربان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. صدق الله العظیم. ای کسانی که ایمان آوردید، ای اهل مومنین، کتاب برما میکنن، مشرکین کفار و مجوسی یهود استثناء میکنن، ما را میگن بنده مومن. ای کلمه ای تاجیکی مسکو اومدی، دروغ نگو، خدم ای تو بوده از خدا بوده. اگر دروغ نگفتیم عملات اصلاح میکنم، گناهاتم میبخشم. اطاعت الله و رسول کردی کامیاب میگه یک نظر بر قلب ما گذر نگاه کرد، بر عمل ما حذر باید کرد. عجب به توشه حیرانیم بر آخرت، با چی توشه فردا سفر کنیم. یک بار بشین شب حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب که عملاته که امروز چند رکعت نمازه با جماعت خواندی، 17 رکعت فرض داری، چند سنت چند عمل صالح کردی. یک بار دیگه حساب که چند طرف فهم کرده، کسی را حقش بوده. خداوند کریم پروردگار دعا باشیم خدای نگهدار و خدای تعالی عملات